پروینه رحمانова ساکنه محله گلبوته شهر دوشنبه پس از آنی که از زن دوم داشتن شوهرش باخبر شد با کارمند اداره ثبت اسناد حالتهای شهروندی دست به گریبان شد. مقامات برای این کردارش او را به مید اوباشی گناهکار کرده جریمه بستند. پروینه رحمانова بعد آن از زن دوم داشتن شوهرش آگاه شد که در نسخه شهادتنامه فرزند یک زنی برایش بیگانه اسم شوهرش را یافت. او با نسخه شهادتنامه روز 27 فوریه به اداره ثبت اسناد حالتهای شهروندی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه رفته با رهبر آن دست به گریبان شد. سیاحت داستی‌زاده مدیر ثبت اسناد حالتهای شهروندی ناحیه فردوسی پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث از آن سر شد که او امضایش را در شهادتنامه تولد تصدیق کرد. او گفت اما یک تا حجت نشان داد نسخه شهادتنامه بود به اونجا پیچت امضای من اینا کی کرد؟ شما کردید؟ من دیدم که امضای من مهری کارخانه ما مونده که گفتم ها اینا من کردم. بازی میفهمم بگم علاقه به اصابش به حد خراب بود و نتوانست که خودداری کنه. این مقام ثبت اسناد حالتهای شهروندی ادعا کرد که دعوت پاسبان هم برای خاموش کردن خشم این زن کمک نکرده است. شاهدان میگویند این زن طفلی 1.5 سالش را در دست داشت و پس از آمدن میلیسه ناظر منطقوی تهدید کرد کودکش را از آشیانه دوم به زمین میپرتاید. سیاحت داستی‌زاده گفت پس از آنکه پاسبان اداره هم آتش غضب این زن را خاموش کرده نتوانست، تصمیم گرفتند کارمندان مقاماتی میلیسه را دعوت کنند. به نقل کارمندان زکس هنگامی حاضر شدن ناظر منطقوی پروینه رحمانова گویا تهدید کرده است طفلی دستش را به زمین هوا می‌دهد. میلیسه مانع این کار شده رحمانова را با طفلی دستش به اداره میلیسه برده است. اما پروینه رحمانова روز 1 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت او به کسی حمله نکرد و تهدید پرتافتن کودکش را هم نداشت. پروینه گفت 2 سال باز با شوهرش در یک حولی اما از هم جدا زندگی می‌کنند. عقد نکاحی رسمی آنها بیکار نشده است ولی در حولی شوهر با 2 فرزند مسکون است. پروینه رحمانова میگوید بعد از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد و برای آگاه شدن از اصل قضیه که چطور شوهر او همزمان با 2 نفر عقد نکاح کرده است به زکس ناحیه فردوسی آمد. یک ناظر منطقوی در ناحیه فردوسی ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت پروینه رحمانова این کار خود را در حالت عصبانیت شدید و روح افتادگی کرده سخت پشیمان است. چند همسری در تاجیکستان رسما ممنوع است. زمان چند همسری مرد اثبات شده حساب می‌یابد که او همزمان با 2 زن زندگی یک جای را پیش برد. حقوق شناسان در تاجیکستان میگویند داشتن فرزند از زن دیگر اثبات چند همسری بودن نمیتواند. چند همسری در تاجیکستان بعد از جنگ داخلی گسترش پیدا کرده است. صاحب نظران کاهش شمار مردها، افزایش تعداد دختران بی‌شوهر، مهاجرت تقریبا سراسری مردها را از علت این روند در کشور میدانند.